سلام و درود خدمت دوستداران آسترولوژی. با اسپیک آسترولوژی در خدمت شما هستم. آموزش مبحث نشانها تموم شد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر برای یادگیری آسترولوژی در کانال ما هستید و علاقه‌مند به چارت خوانی، باید این رو بدونید که نشانها بسیار بسیار مهم و ضروری هستند. پس بهتره که از اونها نکته برداری کنید و کاملا اونها رو به خاطر بسپارید. در مبحث نشانها من شما رو با دوآلیتی یا جنسیت هر نشان آشنا کردم. پس هر جا با عبارت دوآلیتی روبرو شدین به معنای جنسیت یا قطبیته. در آسترولوژی یک جنسیت مردانه یا یانگ رو داریم که در دایره زودیاک نشانهای فرد رو شامل میشه. نشانهایی مثل اریس، جمینای، لئو، لیبرا، ساجیتاریوس و آکواریوس که در واقع از نظر خصوصیات دارای قطب مثبت هستند، یعنی بسیار فعالند، برونگرا هستند و انرژی خودشون رو به بیرون متمرکز می کنند. و یک جنسیت زنانه یا ین که در واقع نشانهای زوج دایره زودیاک رو شامل میشه. نشانهایی مثل تاروس، کنسر، ویرگو، اسکورپیو، کپریکورن و پایسیس که از نظر خصوصیات قطب منفی رو دارن، یعنی در واقع منفعلن، بسیار درونگرا هستن و انرژی خودشون رو به درون متمرکز میکنن و بسیار پذیرا هستند. پس نتیجه میگیریم نشانهایی که از نظر دوآلیتی یا جنسیت با هم یکی هستن همدیگر رو خیلی خوب درک میکنن و راحت با هم ارتباط میگیرن. پس نشانهای مردانه که شامل عنصر آتش و باد هستند همدیگر رو خیلی خوب درک میکنن. چرا؟ چون هواست که آتش رو تغذیه میکنه، پس با هم همراه میشن. و نشانهای زنانه که شامل عنصر آب و خاک هستن هم یکدیگر رو خیلی خوب درک میکنن، چون آب در خاک نفوذ میکنه، پس با هم همراه میشن. خب حالا که با جنسیت هر نشان آشنا شدید، بهتره که در اینجا شما رو با کیفیت هر نشان هم آشنا کنم. در واقع نشانها به 3 دسته کوالیتی یا کیفیت تقسیم میشن. دسته اول نشانهای کاردینال هستند. دسته دوم نشانهای فیکس یا ثابت هستند و دسته سوم نشانهای متابل یا متغیر. خب با کیفیت و کوالیتی کاردینال شروع میکنیم که شامل 4 نشان میشه: اریس، کنسر، لیبرا و کپریکورن، که اگر مقداری دقت کنید هر 4 تا نشان اولین ماهای هر فصل هستند. کاردینال به معنای رهبره، یعنی اینها قدرت رهبری دارند، تصمیم گیرنده های بسیار خوبی هستند، همیشه در همه امور پیش قدمند. در روانشناسی به این گروه والد گفته میشه، یعنی فکر میکنن که درک و فهمشون نسبت به دیگران خیلی بیشتره و به همین خاطر هم هست که خودشون رو درگیر بایدها و نبایدها میکنند. دومین دسته نشانهای فیکس یا ثابت هستند. نشانهای تاروس، لئو، اسکورپیو، آکواریوس
که باز هم اگر دقت کنید هر 4 تا نشان دومین ماه‌های هر فصل هستند. در واقع نشان‌هایی هستند که ثابتند، یعنی تغییر پذیر نیستند. اونها افرادی هستند بسیار لجباز و یکدنده، حرف خودشونه و زمانی که خودشون تصمیم بگیرن تغییر میکنن و اون تغییر باید به نفع خودشون باشه. به طور کلی میتونیم بگیم انعطاف پذیری بسیار پایینی دارن، ولی اشخاصی هستند بسیار با اراده. در روانشناسی به این افراد بالغ گفته میشه، یعنی افرادی که نه تمایل دارن دیگران رو کنترل کنن و نه به دیگران اجازه میدن که اونها رو کنترل کنند. سومین دسته نشانهای متابل یا متغیر هستند. نشانهای جمینای، ویرگو، ساجیتاریوس و پایسیس که اگر در اینجا هم دقت کنید هر 4 تا نشان سومین ماه‌های هر فصل هستند. نشانهای متابل برخلاف نشانهای فیکس انعطاف پذیری بسیار بالایی دارند، یعنی مرتب در حال تغییرن. سریع کار رو تمام میکنن و یک کار دیگر رو شروع میکنن و بیشتر این حرکت رو با فکر کردن پیش میبرن تا با عمل. نه به دنبال رهبری هن، نه دنبال مسئولیت پذیری. و در روانشناسی به اونها کودک گفته میشه، چون کودک درونشون بسیار فعاله.